سلام بچه‌ها، من رها هستم. توی این ویدیو میخوام 3 تکنیک فوری برای کم کردن خط اخم رو بهتون بگم بدون بوتاکس، فقط با دستای خودت. آماده ای؟ بریم. خط اخم معمولا نشانه تنش و یا تکرار یک حرکت توی اون عضله هستش. ما با ماساژ اصولی و درست نه تنها روی خطوط میتونیم اثر بذاریم، حتی میتونیم علت ایجاد اون خطوط و تنش رو بررسی کنیم و آرومش کنیم. قبل از شروع دستاتو همیشه حتما بشور، دستات تمیز باشه. فشار دستت باید ملایم باشه. هیچ وقت موقع انجام دادن ماساژ نباید استحکاک ایجاد باشه و یا فشار دست نباید زیاد باشه و روی پوست احساس کشش ایجاد بکنی. کرم میزنم. تکنیک اول عضله رو گرمش میکنیم. دستمو میذارم دو طرف زیر ابرو و فشار میدم. 5 ثانیه فشار میدم، رها میکنم و دوباره 5 ثانیه نگه میدارم و دوباره رها میکنم و 5 ثانیه و رها میکنم. این حرکت رو 3 بار تکرار کنید. خب میرم حرکت بعدی. انگشتم رو میذارم و عضله رو به صورت نقطه فشاری و دورانی گرمش میکنم. یا میتونم به صورت دو طرفه انجام بدم. به شقیقه که میرسم در جهت عقربه های ساعت انگشتم رو میچرخونم. خب بچه ها، حرکت اول انگشتم رو میذارم به دو طرف و به این صورت میکشم. و 10 مرتبه تکرارش میکنم. تکنیک دوم انگشتم رو به این صورت میذارم و میکشم به سمت شقیقه. و این حرکت رو هم 10 مرتبه لاین ها رو انجام میدم. بچه ما 4 تا لاین داریم توی پیشانیمون دیگه. این 4 تا لاین رو همین کار رو انجام میدم. بچه تکنیک بعدی انگشتم رو میذارم یکم اونورتر از تاج ابرو و نگه میدارم و عمل اخم کردن رو انجام میدم. نگه میدارم، اخم میکنم، 5 ثانیه نگه میدارم و رها میکنم. این حرکت رو هم 5 مرتبه انجام میدم. خب بچه ها، حرکت بعدی حرکت تخلیه لنفاوی هستش. دستم رو میذارم و به دو سمت با کف دستم به سمت شقیقه میکشم. این حرکت کمک میکنه که مایعات لنفاوی دفع بشه و ورم ما و پف صورتمون از بین بره. 10 مرتبه انجامش میدم. حرکت آخر که حرکت سرد کردن هستش، با نوک انگشتام به صورت تپاتمنت به عضله ضربه میزنم. 10 ثانیه این کار رو تکرار میکنم. بچه یه سری نکات تکمیلی بهتون بگم.
اول اینکه اینو اول صبح بهترین زمان برای انجام این ماساژه و یا بعد از دوش گرفتن. دومی که موقع انجام دادن این ماساژ ها حتما نفس عمیق فراموش نشه. و نکته سوم، اگه پوست حساسی داری قبلش تست کن بعد این ماساژ رو انجام بده. خب تمام شد. امتحان کن. 30 ثانیه این کار رو انجام بده و نتیجهش رو تو کامنت ها برام بنویس. من به تک تک کامنت ها جواب میدم. اگه این آموزش برات مفید بود لطفاً لایک کن و سابسکرایب کن. من هر هفته تکنیک‌های واقعی و علمی ماساژ صورت میذارم. و در آخر یادت نره که صورت تو آینه درونته و زیبایی از درون شروع میشه. خداحافظ.